روز بخیر. خبرگزاری‌ها در هفته نو را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما میکنیم. امروز 31 ایول است و در برنامه این موضوع را داریم. در بغل پدر عکس‌های ظاهراً تازه نشان می‌دهند که همسر دوم پالکوونیک فیروری توجی گلمرود تعلیموف با فرزندانش به نزد او رفته است. وزیر نقلیات تاجیکستان گفت طرحی بین‌المللی که باید کشور را به ایران پیوندد با عیب تهران متوقف شده است. دیگر بغیر از $200,000 پرداخت نشدنش دیگر این کار همه خیلی ماند. و قهرمان داستان پرسر و صدای بکارت بازداشت شد. با گذشت بیش از یک ماه از خودکشی عروسی 18 ساله در ناحیه واسه محاکمه او در دادگاه آغاز یافت. عکس‌های نوی از پالکوونیک فیروری توجی گلمرود تعلیموف نشان می‌دهد که همسر دوم و کودکش به نزد او رفتند. در دو عکس گلمرود تعلیموف که تازه به دست رادیو آزادی رسید، دختر بزرگی او از همیرا میروا در کنارش نشسته است. در این عکس‌ها پالکوونیک فیروری با موهای ژولیده خاصی جنگجویان گروهی به نام دولت اسلامی دختر بزرگش را در بغلش گرفته است. همیرا میروا همسر دوم گلمرود تعلیموف و سخنگوی سابق خدمات گمرک ماه فوریه سال گذشته با فرزندانش غیب زد و معلوم نبود که در کجاست. حالا واضح نیست که این عکس را در کجا و کی گرفتند. فرمانده سابق نیروهای مخصوص وزارت امور داخلی تاجیکستان سال 2015 به صف گروه دولت اسلامی پیوست. دو روز بعد از آنکه وزارت امور خارجه روسیه گفت دو استراحتگاه دیپلمات‌های آمریکایی در مسکو را میگیرد و باید صدها دیپلمات آمریکایی کشور را ترک کنند، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین تعداد دقیق آنها را اعلام کرد. پوتین گفت بیشتر از 700 دیپلمات آمریکایی باید تا یک ماه دیگر از کشور بیرون شوند. جزئیات در گزارش طاهری سفر. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت 755 دیپلمات آمریکایی باید کشورش را ترک کنند. کاهش فوق‌العاده تعداد دیپلمات‌های آمریکایی در روسیه را پوتین ضمن صحبت با تلویزیون دولتی اعلام کرد و این علامتی اوج گرفتن تنش‌ها بین دو طرف است. پیش از این کنگره آمریکا قرار اعمال تحریمات علاوه‌ای بر ضد روسیه را قبول کرد و برای امضا به رئیس جمهور دونالد ترامپ فرستاد. مایک پنس معاون رئیس جمهور ضمن سفر به خارج از قرار مذکور حمایت کرد. رئیس جمهور واضح کرد فعالیت‌های بی‌ثبات کننده روسیه، حمایتش از رژیم‌های سرکش و عملکردهایش در اوکراین غیر قابل قبول است. و رئیس جمهور روشن کرد که سند کنگره برای تقویت تحریمات را به زودی امضا می‌کند. تحریمات نو همچنین تنبیه برای دخالت احتمالی روسیه به انتخابات سال 2016 در آمریکا و اشغال نیم جزیره کریم اوکراین در سال 2014 می باشد. پیش از اعلان پوتین، مقامات روسیه روز جمعه گفتند امریکا باید تا 1 سپتامبر تعداد دیپلمات‌هایش در روسیه را تا 455 نفر کم کند که برابر به تعداد دیپلمات‌های روسیه در واشنگتن است. امریکا ماه دکمبر سال گذشته 35 دیپلمات روس را از قلمروش راند. روسیه همچنین گفت که 2 قرارگاه دیپلمات‌های امریکا را می‌گیرد. ولادیمیر پوتین روز یکشنبه گفت روسیه امیدوار بود رابطه با امریکا بهتر می شود، اما گفت او ظاهراً وضع به این زودی‌ها تغییر نمی‌یابد. رو می‌آوریم به خبرگزاری‌های دیگر. مقامات انتظامی ناحیه واسه یک جوان توجیک را با اتهام به خودکشی رساندن همسرش دستگیر کردند. در دادگاه ناحیه واسه امروز به رادیو آزادی گفتند که ظفر پیروف هفته گذشته دستگیر شد و امروز محاکمه‌اش ادامه دارد. مقامات دادستانی گفتند که بعد خودکشی رجبی خورشیدی 18 ساله که خبر مرگ او سر و صدای زیادی در مطبوعات برانگیخت به ضد شوهر او پرونده جنایی باز کردند. رجبی خورشید که بعد استعمال سرکوی قوی روز 22 ایون جان داد پیش از مرگ گفته است که شوهرش او را دختر نامیده تهمت میزد. ظفر پیروف پیوسته به او میگفته است که او باکره نیست و باید خرجی را که در تویشان کردند برگردانند. این قضیه جنجالی در مطبوعات جهانی هم انعکاس یافت. روز 30 ایول در نزدیکی شهر تیفلیس در پایگاه نظامی وزیان در گرجستان مشق‌های نظامی زیر عنوان شریکان اصیل شروع شد. در مراسم افتتاح رئیس جمهور گیورگی مارگلاشویلی حضور داشت. در عموم 2800 سرباز از کشورهای عضو ناتو و 3 کشور شریک سازمان اوکراین، ارمنستان و گرجستان در مشق‌ها شرکت می‌کنند. بار اول است که آمریکا و آلمان اسلحه وزنی خود را برای مشق به گرجستان می‌آورند. ادامه موضوع در گزارش کایمارسیاتا. در تمرین ها 3000 سرباز از امریکا و بریتانیا، آلمان، ترکیه، اوکراین، اسلوونیا، ارمنستان و گرجستان اشتراک می کنند. گرجستان از آن کشورهایی است که برای عملیات بین المللی در افغانستان سرباز می‌فرستد.
پدپلکوونیک آمریکایی ادم لکی مشق‌های مشترک را برای پیشرفت در میدان جنگ مهم دانست. مقصد اساسی رزمایش بهتر کردن همکاری با شریکان گرجیمان می باشد. رزمایش شریکان اصیل بار سوم است که در گرجستان انجام می شود. روسیه به این مشق‌ها واکنش نشان نداده است، هرچند در گذشته بارها هشدار داده است که این گونه تمرین‌ها می‌تواند منطقه را به ناامنی ببرد. مقامات گرجستان و دیپلمات‌های آمریکایی به این گفته راضی نیستند. این تمرین ها بر ضد یگان کشور روانه نشدند. مقصد آنها کمک به گرجستان جهت افزایش اقتدار آن برای شرکت در عملیات های بین المللی است. قرار است روز سه‌شنبه مارک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا به تفلیس سفر کند. او جریان مشق‌های نظامی را که تا 12 آگوست ادامه می‌کند نظارت خواهد کرد. قرار است روز سه‌شنبه مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا به تفلیس سفر کند. او جریان مشق‌های نظامی را که تا 12 آگوست ادامه می‌کند نظارت خواهد کرد. شما برنامه خبری تلویزیونی آزادی را تماشا دارید. وزارت نقلیات تاجیکستان میگویند طرح بنیادی راه آهن 5 گانه ناتمام مانده است. در این باره خدایار خدایارов وزیر نقلیات امروز ضمن نشست خبری اطلاع داد و گفت تأخیر در این ساختمان با عیب ایران صورت گرفت. سال 2014 هیئت‌های 5 کشور گفتند یک راه را می‌سازند که ایران و افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان و چین را به هم می‌پیوندد. چنانچه این موضوع در گزارش فرزان محمدی. مقامات وزارت نقلیات تاجیکستان میگویند بنابر آنکه ایران پول جدا نموده برای انجام کارهای تکنیکی راه آهن چین، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان، ایران را نداد، بنیاد این طرح به تأخیر افتاد. خدایارov وزیر نقلیات تاجیکستان روز 31 ایول ضمن نشست مطبوعاتی در دوشنبه گفت که تهران وعده کرده بود که برای اجرای کارهای اساسناکنی این طرح $1 میلیون جدا میکند، اما به گفته وزیر نقلیات در مدت 7 سال بعدی امضای این سازشنامه ایران تنها 50 این مبلغ را اختصاص داده است. بغیر از $200,000 پرداخت نشدنش دیگر این کار همه خیلی ماند. وزیر نقلیات تاجیکستان اظهار امیدواری نمود که در آینده امکان دارد اجرای کارهای اساسناکنی اقتصادی تکنیکی لایحه راه آهن مسیر چین، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان، ایران ادامه یابد و هر کشور شامل این طرح 5 گانه در حدودهای خود مسئله کارهای تکنیکی را با مبلغ گذاری خود پیش خواهد برد. و گفت فعلا در مورد پیش بردن این کارها در این طرح هیچ پیشروی نیست. در پی وعده ایران برای انجام کارهای اساسناکنی اقتصادی و تکنیکی میان وزارت نقلیات تاجیکستان و شرکت متروی ایران هم سند به امضا رسیده سال 2002 از سوی مجلس نمایندگان تصویب گردید. درازی راه آهن مسیر چین، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان، ایران حدود 2000 کیلومتر بوده. قسمت تاجیکستانی این راه آهن 580 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. بنا به معلومات متخصصان برای ساختمان هر یک کیلومتر آن از 8 تا 10 میلیون دلار ضرور است. به این راه 16 کیلومتر تونل و 47 عدد پل نیز داخل می‌شود. از روی حساب‌های پیشکی برای بنیاد قسمت تاجیکستانی این راه 3.2 میلیارد دلار لازم است. مقامات جنگل ولایت ختلان میگویند با رسیدن موسم جمع‌آوری پیسته کاری جنگلبان‌ها زیاد شده است. به خصوص در این شب و روز تعدادی از ساکنان محلی بدون اجازه و خودسرانه به جمع‌آوری حاصل نارسیده میوه خودروی کوهستانی پرداختند. گزارش نوبتی ما در همین باره است. رسما در حدود ولایت ختلان چیدن پیسته 1 آگوست شروع می شود. غیر قانونی جمع‌آوری پیسته و خام چیدن آن یک مشکل عمده خواجگیداران ختلانی است. کار امروزه ظهوربک یک جنگلبان در وادی وخش از بازداشت این مرد آغاز یافت. با وجود چند بار تاکید شدنش بر صادری عمل غیرقانونی نمیخواهد تن دهد. در ختلان 58,000 گکتار پیسته زار است و آنها به خواجگی جنگل این ولایت تعلق دارند. این زمین ها به اجاره‌کاران تقسیم شدند
که آنها در نوبت خود با شرطنامه ساکنان محلی را برای جمع آوری پیسته جلب می نمایند. میبری خیلی گشترنک جار میمونه کتا میمونه که میگردی. سعید بیگ بابابکوف از نفرانی است که اجازت رسمی برای جمع آوری پیسته دارد. او چون صدها جوان محلی برای تأمین غذای عائله صبح تا شام در این میدانهای فراخ زحمت میکشد. اساساً در دهات بایگری اساسی خلق همین پیسته است و دیگر دیگه خیلی جای کار نیست که خلق را کار کنند. اجاره‌کاران برای حفظ ثروت خود مجبورند این روزها بیشتر جنگلبان‌ها را کرایه نمایند. اهالی زیاد شده است. با هر راه های گوناگون شهروندان به داخل جنگل آمده حاصل پیسته را به طرز پنهانی میچینند. حتی شبانه حالت‌هایی هست که ما در راه بعضی ریدهامون دیدیم که شبانه بعد ساعت 10-22 شب تا ساعت 2-3 پگاهی شبانه شهروندان داخل جنگل آمده پنهانی حاصل پیسته میچینند. در 6 ماه اخیر 360 سند به مبلغ 79432 سامانی ترتیب داده شده است. گزارش مومن احمدی و ارزوی کریم بود. شکل کامل این گزارش رو شما میتونید در سایت ما www.azodi.org و همچنین آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. ما برنامه را ادامه میدیم. حکومت تاجیکستان تصمیم گرفته است که امام خطیبان و روحانیون را در اینترنت فعال سازد و آنها را برای مقابله با افراطگرایی سفربر کند. به گفته مقامداران حالا در شبکه‌های اجتماعی کاربران بیشتر فعال شدند که عقیده‌های افراطگرایی را تبلیغ میکنند. اکنون 125 روحانی که از تمرین گذشتند با باز کردن صفحه در شبکه‌های اجتماعی باید مغز پیروان گروه‌های افراطی را شستشو دهند. برای صفحه با تفصیلات بیشتر. سازمان پژوهشگاه جنگ و صلح در هماهنگی با کمیته عاید به کارهای دین و مرکز اسلامشناسی نزد پرزیدنت تاجیکستان حدود 100 نفر از امام خطیبان مساجد جامع کشور را استفاده اینترنت و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی را می‌آموزاند. مقصد اساسی برنامه یعنی خادمان دین را یعنی در روحیه یعنی امروزه یعنی تعلیم و تربیت داده برای پیشگیری کردن افراطگرایی یعنی اکستریمیسم و تروریسم دینی. بر طبق آمارهای کمیته عاید به کارهای دین فعلا تنها 30% خادمان دین در تاجیکستان از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کردند. ما میتونستیم که جوانان را ترغیب و تشویق به دینی مقدس اسلام و همچنین به مذهبی به آلایش امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دعوت کنیم. عبدالقادر عبدالقهار از فعالان شبکه اجتماعی فیسبوک است. او چند ماه قبل یک مطلب با نام نیایش‌های اوستایی را در صفحه خود در فیسبوک نشر کرد. او میگوید هیچ تصور نمیکرد که مورد چنین واکنش و حمله‌های غافلگیر قرار میگیرد. عبدالقادر در آن لحظه ها خود را تنها و بدون پشتیبان احساس کرد. بعد که این پست رو من در طریق فیسبوک پخش کردم، باور کنید شما در مدت 5-6 ساعت بیشتر از 150 نفر به قول متعصبان فناتیکو تهوین، تحقیر، حقارت را شروع کردن، آغاز کردن و حتی حکم کافر، مجوسی، گبر و حتی تهدیدها شد. این فعالی شبکه اجتماعی مطمئن نیست که با فعال کردن چند امام خطیب و روحانی در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی با این گروه‌های تندرو و قوی در جهان ویرتوالی مقابله کرده توانند. در 3 سال اخیر ده‌ها جوان تاجیک از پیوستن خود به گروه‌های تندرو مخصوصاً دولت اسلامی خبر دادند که از جرارترین گروه‌های تروریستی عنوان می‌شود. مقامات تاجیک گفتند که 90% آنها از طریق شبکه‌های اجتماعی ترغیب شدند. حالا با تنگ شدن جایگاه این گروه در عراق و سوریه این نگرانی هم وجود دارد که جانبداران جان به سلامت برده داعش احتمالاً فعالیت‌هایشان را در این شبکه‌ها قوی‌تر کنند. با امید خبرهای خوب برنامه امروز 31 ایول را انجام میدیم. اخبار و ویدیوهای بیشتر در سامانه ما www.azodi.org دسترس است. صفحه های ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیک توییتر و آزادی ویدیو یوتیوب میتوانید درآیید و مواد و گزارش‌های ما را تماشا کنید. تشکر که ما را همراهی میکنید و تا ملاقات فردا. خدا نگهدار.